یک مادر با من تماس کشیده، میگه 2 ماه شده از عروسی من. همین تو زارنالگی میکنه، 2 ماه شده. میگه خانم تبدیل به جهنم شد. خب مادر جان از کجا پیدا کردی مرد؟ پشت گوشی، از پیام و چت. و خدا قسم هیچ زن بد اخلاقی با پشت گوشی با بچه بد اخلاقی نمیکنه. هیچ مرد بد اخلاقی با پشت گوشی با دختر بد اخلاقی نمیکنه. او خود نفس و جگر میگه تا به دست بیارش. بنابراین رسول صلی الله علیه و سلم به حضرت فاطمه گفت 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله، 34 مرتبه الله اکبر. از دنیا و ما فیهای دنیا بهتر است برات. فاطمه دیگه شکایت نداره. فاطمه نمیگه به پیامبر که من دختر سردار 2 جهان هستم، آخر در خانه شوهر خود جهیزیه من کجاست؟ این لباس فاخره که 5000 10000 20000 افغانی باشه کجا هست؟ خود تن من نیست. فاطمه میفهمه که دنیا ارزش نداره. فاطمه میفهمه که لباس انسان آرام نمیکنه. فاطمه میفهمه که کاکل، پاچه پایین، بوت دراز، نیکتایی، اینها کسی را آرام نمیکنه. بازوی کلان ورزشکار است، موتر داره، این کسی را آرام نمیکنه. با کسی مرد ازدواج کرد که پول مهریه نداشت، پول توی هم نداشت، هیچی حضرت علی نداشت. ولی فاطمه میدانست که وقت علی آمد حسین می آید، وقت علی آمد حسن می آید. فاطمه میدانست وقت علی آمد تا قیام قیامت نام موی شوهر ماندگار میماند. من مرد میخواهم، نه اون مردی که با زن تمام روز با زنا شباهت. یک روز ببین که ریش خود یک قسم جور کرده، یک روز ببین ابروی خود یک قش پاره کرده بالایشه، یک روز ببین اینجا خود کل کرده، اینجا خود تراش کرده، بین سر مثل مرغ خروس بری بانده تاچ. این میره باز انتخاب میکنه این زنا. خب به خدا جای درد است. من خب یک تعجب میکنم چه رقم نظر است، این چه رقم انتخاب است، این چه رقم فکر است. هر روز مثل زنا دنبال آرایش، ساعت بچه آرایش میکنه. خب بس به خوشبختی میرسی. تو با کسی ازدواج کردی که مثل خودت یک زن است، او تو رو خوشبخت میکنه. این حقیقت هایی است که مادرها برای شما میگم. من بناهن همین علی که چیزی نداشت امروز چقدرها هستن در دنیا افتخار میکنن که ما پیرو علی هستیم. چقدرها هستن افتخار میکنن که نام ما فاطمه هست. کدام روز از فقر و بیچارگی فاطمه کسی گپ زده که نه من نام خود فاطمه نمیدونم که خیلی فقیر بود، نه من نام خود فاطمه نمیدونم که کالای پینه پینه میپوشید. حتی دخترای فیلم نامش فاطمه است. فاطمه چی کرد که همه نام خود فاطمه میمانند؟ این فاطمه چرا رقم مود است، هیچ وقت از مود نمیغلطه. هر چه دنیا پیشرفت میکنه فاطمه هست. حتی دانشمندان غربی کتاب نوشته کردن، عیسوی از فاطمه و عایشه نام بردن، گفتن بهترین زنان تاریخ ساز بودن، تاریخ ساختن. فرزندان در جامعه تقدیم کردن که شجاعت، غیرت، مردانگی به کل جهان آموخت. حسین در کربلا شهید شد، به کل شجاعت آموخت. از شکم همین فاطمه بود. باور بکنین 3 روز یا 4 روز پی هم حضرت فاطمه با حضرت علی گفت که دل من به انار رفته، هیچ انار پیدا بکن. حضرت علی صاحب میگه من چند روز تلاش کردم که یک پولی به دست بیارم که یک دانه انار بخرم. خب بعد از چند روز یک انار را پیدا کرد. دوان آورد. فاطمه جان چیزی که تو خواسته بودی چند روز پیش آماده شد. وقتی که انار را به دستش میده، هنوز این انار را پاره نکرده که بخوره، خیلی هم اشتیاقش است که وقت دروازه زده شد که بتین به نام خدا. یه سائله، یه گدایگر پشت در.
فاطمه به انار نگاه میکنه به صدای او سائل که بتین به نام خدا. رفت در را باز کرد، انار داد به دست سائل. حضرت علی گفت ما به زحمت پیدایش کرده بودم. گفت علی جانی دنیا تیر میشه، آخرت خود را بسازیم که از انار بهشت محروم بشیم. بخورم نخورم مهم نیست. چه محبته در اوج فقر، آنقدر این دوتا با هم محبت داشتن، آنقدر با هم محبت داشتن که عجیب محبت داشتن. حتی در روایت داریم که حضرت علی فاطمه را غسل داد بعد از وفاتش. حضرت علی فاطمه را غسل داد. گرچه در مذهب احناف نباید مرد زن غسل بده بعد از وفاتش، ولی باز جوابای از علما گفتن که چرا غسل داد. یعنی قدر با هم محبت داشت. تا زمانی که حضرت فاطمه بود حضرت علی زن دوم نگرفت. یه اندازه محبت داشتن. خدیجه 40 سال، من هفته پیش گفتم 40 ساله آمد، 2 شوهر دیده بود. 40 ساله آمد با مرد ازدواج کرد، 25 ساله پیامبر محبوب صلی الله علیه وسلم. این خدیجه قسم محبت داشت که یک روز پیامبر از خدیجه حرف میزد. بعد از وفات خدیجه عایشه چی گفت رضی الله عنها؟ گفت یا رسول الله زیاد از خدیجه حرف میزنید، خدا از او بهتره به شما داده. به خودش اشاره کرد که من خود دختر هستم، خدیجه خود بیبی 2 شوهردار بود که به شما رسید. پیامبر فرمود به خدا قسم که بهتر از خدیجه را خدا به من نداده، من نخواهدم داد. این اندازه دوست داشت خدیجه. کل زندگی خود را فدای نبی کرد. اونو خدیجه بود که دختر اونو خدیجه فاطمه است. من نمیگم مادر خوب دختر خوب به بار میاره. مادر خوب بچه های با غیرت، بچه های شجاع، بچه های مفید، بچه هایی که خیرشان کشور را میگیره، هزارها خانه را روشن میکنه. او پدر و مادر شب خواب است، هزاران نفر در سراسر دنیا دعا میکنه خداوند پدر و مادر امیره ببخشه. چه بچه خوب. ولی کسایی داریم که همسایه‌شان این شب خواب است، همسایه میگه خداوند اینا را گم کنه کدی بچهش، کدی بچه بی حیا و بی باکش. میگه بچهای مرا لندغر کرده. دختر بخانه همسایه نریوش کنی که اینا بسیار گنده مردم است. تفاوت را ببین که از کجا تا به کجاست. او هم از شکم مادر تولد شده، این هم از شکم مادر تولد شده. میگن سخنرانی ملا خوشم نمیاد. یه مادر دیروز تماس گرفت، نماز عصر بود، گریه میکرد. چرا گریه میکنی مادر؟ گفت دلم آتش گرفت. خب چرا مادر جان چرا گریه میکنی؟ گفت یه صحبت شما را گوش کردم، خالیم درباره ابر چیندن بود و امثال از اینا. خالیم گفت این دروغ میگه. گفت ان قریب بود که گوشی ده فرقش بزنم. گفت خیلی جان ما آتش گرفته که چرا خالیم بیدین است که به یک عالم میگه دروغ میگه. او خیلی گریه میکرد اون مادر. ای تو زنا هم هست، او تو زنا هم هست. این خواهرزاده و خاله. با ما پیش پرسان کردم چطور خوشبخت است یا نیست؟ گفت جناب مولانا به خدا کل بدبختی در خانه خالیم است. روز خوش ندیده. کسی که با دین در تضاد است، با دین در جنگ است، با احکامات قرآن در جنگ است، تو را به خدا قسم یک نظر اندازی بکنه می قوم خودت. هر که از دین خوشش نمیاد که پدرت است ببین که چی حال داره، برادرت است ببین که چی حال داره، مامایت است ببین که چی حال داره، کاکایت است ببین که چی حال داره. و کسی که به دین است ببین به چی افتخار زندگی میکنه، به چی عزت زندگی میکنه، دخترش به چی عزت به خانه شوهر میره، در بچی از او چقدر دختر خواستگار است. بچه فلانی بسیار عجیب خانواده است. مردم دوست داره پلیس یک عکس بگیره، یک عکس خو بگیریم. خب پس دید کی را به ارزش کرده که ما و شما از دین فرار بکنیم، بگویم دین ما را به ارزش میکنه. من نکاتی که برای شما بیان کنم مادرای گرامی، این چیزایی هست، دردایی است که در مسیر هفته برام پیدا میشه، ناگزیر به شما بگویم چون شما دیگه مادرای هستید.
خواهرای خوب هستین، میخوایم که شما نجات پیدا کنید. شما گول این جامعه عجیب و غریب را نخورید. من خیلی نکات خوب موفقیت و کامیابی را به شما میگم. اگر عمل کردین، اگر نتیجه نگرفتین، ریسپان شما گردن من. هرچی بیشتر تنبلی بکنی در راه خدا، بیشتر صدمه میبینی. تو نماز صبح به سختی از خواب بلند شو که نماز خدا یک بخونم، 5 صبح می کاره بکن و همون روز ببین که چقدر تا آخر روز خوشحال هستی. تو بخیر تهجد بخون، بخیر روز پنجشنبه روزه بگیر، دوشنبه روزه بگیر، ببین که چه مشکل بر زندگیت میمونه. ولو که هر چه غم و فقر در زندگیت باشه، آرامش پیدا میکنی. خوردن کسی را آرام نمیکنه که تو بگویی که من خود نماز خواندم حالا هیچ خوراک پیدا نشد. این خوراک مهم نیست، آرامش مهم است که در دل آرامش پیدا شد. از زندگی خود لذت ببری، زندگی بر تو معنا داشته باشه.